اگر خدا را یاری کنید هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد. إذا كان من كلمة للشعب الإيراني شكرا لكم. شكرا لكم لأنكم شفتوا صدورنا. از مردم ایران تشکر می‌کنیم به خاطر موشک‌هایی که به سمت اسرائیل شلیک کرد. ارتش اسرائیل بیمارستان‌ها و تأسیسات زیربنایی و شهروندان رو بمباران می‌کند. المنشآت المدنية قصفها. والمستشفى منشأة مدنية والمدرسة منشأة مدنية. صرف شلیک موشک از ایران به سمت اسرائیل ما رو خوشحال کرد، چه برسه به اینکه ویرانی‌های گسترده‌ای از خود به جا گذاشت. صار القصف الإيراني على اللي هو الكيان الإسرائيلي المسخ. قلوبنا انبسطت، قلوبنا فرحت، لأنه لقينا من ينتقم لنا. ما دیدیم که صهیونیست‌ها هم حس ما رو تجربه کردن و این خیلی خوشحال کننده بود. وأشعرونا بنشوة النصر القريب إن شاء الله. من غزة الحبيبة نشكر الحكومة الإيرانية والحرس الثوري. از مردم ایران و سپاه پاسداران تشکر می‌کنم که در کنار مردم غزه که در معرض نسل کشی قرار گرفتن ایستادند.